رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما را میگه. چی میگه؟ میگه مؤمن قوی خیر و احب الى الله من المؤمن الضعیف. خیر است به اعتبار آثارش، به اعتبار عملش خیر است، نفیش به مخلوق میرسه. حرکتی که میکنه به جز از اینکه منفعت به مردم برسه، به مسلمان برسه، دیگه کار نداره. او طور آدم میباشه مؤمن قوی. تشریع از این بسیار میکنیم انشاءالله. شبکه توحیدی ایمان زلال تقدیم میکند بمهجتي به مزقت أحشاي كل ممزق رماني بأوصاف نحول وبالضناء فهان في دمع من الشوق وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا، لو فعلت كذا كان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم رحمه الله. حضار گرامی، عزیزان نهایت محترم، به آوانه قرار داریم که حوادث و مصیبت ها بالخصوص بالای پیکره اسلام، بالای افراد مسلمان در گوشه گوشه دنیا به چشم سر دیده میشه. حوادثی که طاقت فرساست، تحملش وجدان و ذهن ما و شما برداشت کرده نمیتونه. یقینا همچو حالات در این روزگار دنیا باید بیاید، به خاطر که دنیا محل راحت و عافیت نیست. الله سبحانه و تعالی این دنیا را به این خاطر پیدا کرده که ما در این بیاییم. وظیفه و مسئولیتی که الله سبحانه و تعالی بر ما سپرده او را انجام بدیم. زمانی که ما مسئولیت خود ادا میکنیم، در این شک نیست به کدام مقصد و هدفی که ما و شما حرکت داریم، در این فراز و نشیب خیلی بزرگ است. تکالیف زیاد است، محنت و زحمت زیاد است. آیا در برابر همچو حوادث چیزی هدایاتی که الله سبحانه و تعالی و رسول محبوب الله سبحانه و تعالی محمد صلی الله علیه و سلم برای ما توصیه کرده، راهنمایی و هدایت را کرده و گذاشته که ما در همچون مشکلات چه قسم روش داشته باشیم، در کدام مستوى قرار داشته باشیم. در این شک نیست الله که این زمین و آسمان پیدا کرده و انسان خلیفه در این زمین، یعنی نافذ کننده احکام خود قرار داده، راهنمایی و هدایت هم برایش داره. و توصیه زرین و طلایی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای امت خود باقی گذاشته.
شرط ایست که ما مراجعه بکنیم. یادتان باشه در طول زندگی انسان که هر قدر مشکل به انسان پیدا میشه و رونما میشه، علتش جدایی و دوری از هدایت زرین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می باشه. هر جایی که ضربه بزرگ چی شخص انسان میبینه و چی نظام میبینه، ببینه که این ناشی یا پیدا شده از جهالت و نادانی در مورد قواعد عمده اسلام است. اگر ما به عمق دین، بریشه دین پی ببریم، محنت بکشیم، زحمت بکشیم، حقیقت دین درک بکنیم، نخواد حالات خیلی ناگوار ما و شما مشاهده بکنیم. ولی افسوس است که ما همیشه اکتفا به اقل کردیم، به خیلی کم. به مجردی که محضی از اسلام یک چیز یاد گرفتیم فکر کردیم دیگه خلاص، تلاش نکردیم که آن چیزی که واقعیت است او را در بیابیم. از همون خاطر ما حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم انتخاب کردم که در راستای حدیث روشنی بزرگ برای ما موجود باشد. چی کنیم؟ در شک نیست که حالات خیلی خراب میاد، وضعیت های دنیا تغییر میکنه. ما چی عمل کرده داشته باشیم، چی ضمیر داشته باشیم، چی مفکوره داشته باشیم، این موضوع را الله سبحانه و تعالی در آیتی که خیلی جامع است برای همه بندگان خود، خصوصا بندگانی که نظام الله سبحانه و تعالی را مشعل زندگی خود قرار داده، نظام الله سبحانه و تعالی را قبول کرده، تسلیم شده، به او هدایت است. این هدایت نه خاص برای کدام قومی است، نه خاص برای کدام طایفه است، نه خاص برای کدام زمانی است، نه خاص برای کدام مکانی است، عام است. الله سبحانه و تعالی همه مؤمنان را مخاطب قرار میده و میفرما و اعد لهم ما استطعتم من قوه. آمادگی بگیره در مقابل دشمنانتان. هر کس کی باشه دشمن است. بزرگترین دشمن برای ما کسی است که دشمن دین ما هست. دشمن شخصی یک کاری کرده میتونه، مهم نیست، یک شخص میره از دنیا، این قدر ضرر بزرگ نیست. ولی هرگاه نظام و حقیقت دین ما و او آیینی که ما برش افتخار میکنیم و داد میزنیم که در دنیا دیگه این قسم دین و نظام وجود نداره، اگر او لکه پیدا میکنه، نعوذ بالله، اگر خلل نسبت به دین میشه، این بسیار امر خطرناک و بزرگ است. از امو خاطر هر مومن در تلاشی باشه که دین ضربه نبیابه. از امو خاطر قبل که حالات بیایه، الله سبحانه و تعالی بر ما میگه و اعد لهم ما استطعتم. آمادگی بگیره در مقابل دشمنایتان به اندازه که توان داره. من قوت، هر قسم قوته، اگر او قوت صحت است، اگر او قوت اقتصاد است، اگر او قوت اندیشه و فکر است، اگر او قوت روحانی است، اگر او قوت ایمانی و عقیدوی است، اگر او قوت سلوک و روش است، در تمام چیزها الله سبحانه و تعالی ما را هدایت داده که ما قوت حاصل بکنیم. چقدر قوی استیم، مفکوره ما چقدر قوی است، عقیده ما چقدر قوی است، صحت ما چقدر قوی است، همت ما چقدر قوی است، عزیمت ما چقدر قوی است، غیرت ما چقدر قوی است. امروز که میبینی که مردم نعوذ بالله نوکری کفار میکنه، قوت در عقیده وجود نداره، در عزیمت وجود نداره، در همت وجود نداره، در غیرت وجود نداره. اگر کسی بیناموس میشه نعوذ بالله، اگر کسی دین فروش میشه، این کلش عزیز نه که ما در ناحیه دین، در آن چیزی که الله سبحانه و تعالی برای ما فرمان داده، قوت حاصل نکردیم. ما در حالت ضعف قرار داشتیم.
از امو خاطر تشریع قوت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما در حدیثی که ابی هریره رضی الله عنه نقل میکنه، امام مسلم رحمه الله روایت میکنه، میگه به شکل ترغیبی تشویقی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید المؤمن القوی، مؤمن قوی در چی چیز قوی باشه؟ در این شک نیست که صفت مؤمن است. مؤمن قوی کسی است که ایمانش قوی باشه، لیکن قوت ایمان به دیگه قوت هم ضرورت داره. به قوت صحت ضرورت داره، به قوت اندیشه ضرورت داره، به قوت اقتصاد ضرورت داره، به قوت روحانی ضرورت داره، به قوت سلوکی ضرورت داره. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما را میگه، چی میگه؟ میگه مؤمن قوی خیر و احب الی الله من المؤمن الضعیف. خیر است به اعتبار آثارش، به اعتبار عملش خیر است، نفیش به مخلوق میرسه. حرکتی که میکنه به جز از اینکه منفعت به مردم برسه، به مسلمان برسه، دیگه کار نداره، او طور آدم میباشه مؤمن قوی. تشریع از این بسیار میکنیم ان شاء الله که ما تصمیم بگیریم، عزم بگیریم که راستی خود مؤمن قوی بسازیم. اگر ما مؤمن قوی باشیم گاهی هم آله استعمال کسی هم قرار نمیگیریم، گاهی هم در یک سنگر شکست نمیخوریم، در هیچ نوع سنگر. زندگی ما کلش سنگر است، خانه ما سنگر است. خبرداری مبارزه تا با شیطان در مبارزه استی، با نفس در مبارزه استی، با حرکات و عنعنات و رواجا و هیاهوی و مزخرفات و بدعات و رسومات، کلی ازی قطش مقابله روان است. سنگر است. چقدر قوت داری که در مقابل ازی استاد شوی؟ تا که قوت نداشته باشی نمیتونی حتی سخن سیاسی تا که به خلاف شرع تو را دعوت میدن نمیتونی مقابله ازی را بکنی. حرکت میکنی یک طرف، قوی نیستی، نمیتونی. از او خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که مؤمن قوی خیر است و احب، خیلی محبوب است، دوست است. به کی؟ الی الله، به سوی الله، به الله دوست است. دوستی الله، دوستی الله. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قوت ثمره‌اش بیان میکنه، نتیجهش بیان میکنه که محبوب به پیش الله سبحانه و تعالی است. انسان هر قدر تلاش میکنه، به می خاطر تلاش میکنه که محبت الله را کسب بکنه. تو الله را دوست داری، خو الله تو را دوست داره یا نه؟ الله اکبر. اگر الله آدم محبوب داشته باشه چی نتیجه داره؟ این تشریحش در حدیث دیگه میکنه. او حدیثم از ابی هریره رضی الله عنه است. بخاری، امام بخاری رحمه الله نقل میکنه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید ان الله تعالی، یقینا الله سبحانه و تعالی که صفت عالی داره، شان عالی داره، بلند مرتبه هست. قال فرموده، حدیث قدسی، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که الله میفرماید، الله خود میفرماید. چی میفرماید؟ من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب. این اول جمله است. کسی که دشمنی داره به امرای او، کسی که برای من نزدیک است، برای من دوست است، محبوب است، فقط آذنته بالحرب، ما اعلام جنگ برش کرده. زمانی که الله سبحانه و تعالی با کسی اعلان جنگ بکنه، کسی هست در مقابل استادگی کرده بتونه؟ اول گپ اینجا ایست، قبل از اینکه تو محبوب شوی، محبوب الله، ولی الله سبحانه و تعالی می باشه. بفهمی ای مؤمن، اگر تو الله تو را دوست داشته باشه، تو ولی الله هستی. و اگر کسی در مقابل تو اهانت میکنه، توهین میکنه، الله اعلام جنگ کرده. حفاظت و صیانت تو را الله سبحانه و تعالی میکنه. امروز که مؤمنا در بدر خاک بسر است، ما دور کردیم خدا، محبت الله را کمایی نکردیم، ولایت الله سبحانه و تعالی را کمایی نکردیم، تلاش نداریم، محنت نمی کنیم، زحمت نمی کشیم
که کدام چیز کدام سبب محبت الله سبحانه و تعالی میشه. از همون خاطر است الله نصرت خدا میگیره از پیش ما. ان تنصر الله ینصرکم. اگر ما واقعا دین الله را نصرت کنیم، الله ما را نصرت میکنه، نمیگذاره. مشکل ما در تمام جهان مسلمان الله رحم بکنه، اویی که به عقیده کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم محکم استوار است، میدان حقیقت بسیار کم مردم است، در فیصدی بسیار کم است، خیلی کم است. او کسی که در یک مجمعه بزرگ 1000 نفری در یک مسجد که جمع میشه، چند تنی از یا از این نماز لذت میبره، چند تنی از این وقت الله اکبر میگه قلبش یک دم پرواز میکنه. الله اکبر. چند تنی از این فکر میکنه که من در دنیا هیچ لذت دیگری نداشتم بجز از این لذت. احساس کردیم در عمری که سر ما میگذره نمازا میخوانیم احساس کردیم؟ بسیار کم مردم باشد. علتش چیست؟ علتش چیست که ما آن چیزی که سبب محبت الله سبحانه و تعالی میشه دنبالش نمیگردیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که ولی الله را اگر کسی اذیت میکنه، دشمنی میکنه، الله اعلام جنگ امرش کرد. کی ولی میشی؟ اسباب ولایت کدام است؟ چه قسم ولی الله جور میشی؟ الله سبحانه و تعالی در می حدیث خود میفرماید و ما تقرب الی عبدی، نزدیکی نجسته به سوی ما یک بنده ما بشیء، به طور یک چیزی که او میخواه برای ما خود نزدیک بسازه، نجسته طور نزدیکی را احب الی که او برای من بسیار محبوب باشه، مما افترضته علیه، از آن چیزی که من سرش فرض گردانیده. ولایت وقتی حاصل میشه که تو به الله خود نزدیک بسازی. راه نزدیکی به سوی الله، محبوب ترین چیزی که به الله آدم توسطش نزدیکی میجوید ادای فرایض الله هست. از آن چیزی که نهی کرده خود منع کردن، اجتناب کردن، و از آن چیزی که امر کرده او را ادا کردن. هر کدام ما میبینیم اوامر الله سبحانه و تعالی تنها نماز نیست، تنها زکات نیست. اوامر الله سبحانه و تعالی معامله نیک با سیاست، معامله نیک با اولادت، معامله نیک با همسایت، معامله نیک با برادر مسلمانت هست. چقدر ادا کردیم؟ چقدر لحاظ کردیم این گپا را؟ این گپی خودی الله سبحانه و تعالی است که میگه محبوب ترین چیزی که بنده بری ما خود نزدیک میکنه او فرایض الله هست که الله سر ما فرض کرده. اگر ما فرایض الله را بجا کردیم به الله نزدیک میشیم. چقدر فرضا را ادا کردیم؟ مساجد ما در نماز صبح چقدر نفر حضور داره؟ آیا برابر نماز شام است؟ خفتن چقدر حضور داره؟ از مال خود چقدر زکات پرداختیم؟ چقدر فریضه حج؟ چقدر فرایض دیگری که حقوق عبد است او را انجام دادیم؟ بعد از او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرماید که الله میفرماید ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، همیشه از بنده که نزدیکی برای من میجوید، در جستجوی نزدیکی است توسط نوافل خواندن، فرایض خود تکمیل کرده، آلی اموتور ننشسته، تلاش میکنه که نماز جمعه 2 رکعت فرض شتنا نه، وقت میایه اینجا 2 رکعت تحیت المسجد هم میخونه، وقت میایه که اینجا نوافل دیگر هم زیاد بخونه. صحابه ده بجد از مساجد حاضر میشود و میخوند آن چیزی که الله در تقدیر برش نوشته کرده بود. در این حدیث ذریعه نزدیکت به الله سبحانه و تعالی ادامه و تکمیلش توسط نوافل شده. از این خاطر یک تعداد دوستای ما در هر جناح که است، وقتی که یک عمل نامش سنت بگذاری آنقدر برش سبک معلوم میشه که نعوذ بالله ریش میگه سنت است.
خلاص سنت شد. تو خبر داری قدر سنت میدانی؟ مقام سنت میدانی؟ مقام سنت کدام است؟ الله میفرماید که بنده ما بر من نزدیکی میجه توسط نوافل. چیزی زیادی مثلا فرض نکردیم، خوی نوافل ادامه میده، تکمیل میکنه. یکی میگه سنت از خیر است و عذاب خودش نیست. این جواجه است. بس اوقات انسان فرایض ادا میکنه به این خاطر ادا میکنه که الله عذاب ندشه. دین ادا میکنی به خاطر که او مردکت جاغیت میکنه. یکی دین ادا کردن است، یکی ایست که تو احساناً از جان خود جان مردی میکنی به کسی میپردازی. وقتی تو نوافل میخوانی معلوم شد که الله را دوست داری، عبادتش را دوست داری، لذت تدهی میبینی، اطمینان قلب تدهی میبینی، صفایی قلب تدهی میبینی. از این خاطر اجگاه به عبادات الله آدم سبک نظر نکنه. عبادت که شد برای الله سبحانه و تعالی میشه او قابل قدر است که وسط میرسه ترک نکنی. حتی احبه. نتیجه چی است؟ بنده که به نوافل فرایض تکمیل کرده، عالی زیاد، نماز فرض خوانده، خود نماز نفل هم قطش خوانده رویست، اشراق میخوانه، ضحا میخوانه، تهجد میخوانه، تحیت الوضو میخوانه، تحیت المسجد میخوانه، نماز حاجت میخوانه، نماز توبه میخوانه، نوافل است، پیش میبره خدا. تنها رمضان نگرفته، دوشنبه پنجشنبه را میگیره، 3 روز در هر ماه میگیره. تنها زکات نداده بلکه تلاش میکنه در کجا خیلی مستحق است، کجا از اقارب خیش، کجا ضرورتمند و حاجتمند پیدا میشه که چیزی زاید خود برش بدم در پیش الله سبحانه و تعالی در بانک ذخیره کنم که در روز ضرورتی خود مطالبه بکنم. بانکی که قطعا نه محو میشه، نه در آینده برات بگوید که گریخته نیست کسی. بانکای دنیا نیست، او بانک الله است، بانکی که تضمین شده است. چقدر پسنداز کردیم، گذاشتیم از سرمایه خود. نتیجه تکمیل فرایض به نوافل چی شد؟ حتی احبه. الله سبحانه و تعالی میگه تا ای که من ایره محبوب میدارم، دوست میدارم. خب دوست داشته الله که آدم دوست داشته باشه باز چی فایده داره؟ ثمره داره. الله خود میفرما فاذا احببته، وقتی که من ایره دوست بگیرم و ایره محبوبی خود بسازم، آلی نتیجه چی میشه؟ کنت سمعه، ما گوش از او میگردم. لیس کمثله شیء، به مثل الله چیزی نیست. گوش یک عضو است، به چشم سر میبینیم. اگر این جزء باشه یا عضو، این خود جسمی ماست، حادث است، نو پیداست. الله خود حادث نیست. الله این جزء شده نمیتونه. لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. و نه صفت گوش که شنیدن است. شنیدن خود صفت ماست شد، آلی میشنم. الله شنیدنی ما میشه؟ ما خود نو پیدا شده. نه، خود الله میفرما کنت سمعه الذی یسمع به، ما گوش ازو میگردم که توسط ازو میشنوه. ما توفیق میدم ایره، ما گوش ازی را درست میسازم، مستقیم میسازم، قوت میدم. دی ملکه پیدا میکنم که گوش به جز از حق چیزی دیگری را نشنوه. سخن خیر، سخن حق، سخن نیک، سخنی که موافق شریعت است. گاهی گوش الله سبحانه و تعالی قوت برش داده، غیبت شروع شد مجلس ترک میکنه، دروغ نمیشنوه، موسیقی نمیشنوه، گپی غلط نمیشنوه. الله توفیق برش میده. محبت الله نتیجه شدیده. محبت الله است. بعد از چی میگه؟ و بصره الذی یبصر به،
ما دیدی ازی میشم، چشمی ازی میشم که توسط ازو دیدن میکنه. الله سبحانه و تعالی تو را احاطه میکنه. بعد ازو میگه و یده التي یبتش بها، دستی ازی جور میشم که توسط ازو گرفتن میکنه، حمله میکنه، میگیره. و رجله التي یمشی بها، پای ازی جور میشم که رفتن میکنه. منظور ایست که الله سبحانه و تعالی میفرمه که ما ای را احاطه میکنم در مراقبت و نصرت و تایید و توفیق خود. ای آدم الله سبحانه و تعالی انقدر توفیق میده که سخن میگه حق، که میبینه چیزی حق، که میشنوه حق، که میگیره حق، که میده حق، که میروه حق. انسان الله سبحانه و تعالی یک قوت داده رویسته. شما در جان خود تجربه کنی یک مرتبه. زمانی که شما بگویی که وجودی ما از وجودی الله سبحانه و تعالی است، ما باید هر عمل به خاطر رضای الله سبحانه و تعالی انجام بدم، به خاطر الله. این اخلاص میگه. و به استعانت الله خود نمیتونم، نماز میخوانم به خاطر الله، لیکن نمیتونم اگر الله سبحانه و تعالی توفیق نده. این میگه و بالله. و اولش لله بود، دومش بالله هست، سومش و فی الله. مطابق شریعت الله انجام بده. نماز است به خاطر الله انجام بده، به استعانت الله انجام بده. مغرور نشو، تکبر نکو که ما بودم اینقدر نفل خواندم، این نماز خیلی خوبش خواندم. استعانت الله را طلب کو و بعد از او به مطابق شریعت الله سبحانه و تعالی. انسان وقتی به حالت میرسه سعی میکنه که الله کارای خیر از پیشت پیش کرده رویسته، که بیرون برویسته که پای پوش کسی را برابر کرده، او گم کرده تو برش پیدا کرده رویستی، که او طرف بری سعی کنی که قطعی مظلوم دست کمک پیش کرده، که او طرف بری با سعی میکنی که صدقه به کسی داده، که او طرف بری یک آدم غمگین خوشحال میسازی، که او طرف بری قطعی کسی که سلام میدی محبت میکنی چهره بشاش. قدم قدم که میگذاری در خانه که بری شفقت و ترحم سری اولاد پیدا شده گیسته. الله توفیق داده رویست از اعمال خیر برد در هر معامله، چی تعلق به گوش داشته باشه، چی در چشم داشته باشه، چی در دست داشته باشه، چی در پای داشته باشه، کلی از زیر الله سبحانه و تعالی توفیق برات نصیب میکنه. محبت الله نتیجه چیست؟ کسی را که الله دوست داشته باشه، الله سبحانه و تعالی میگه که من اینمی رقم میشم. بعد از او چی میگه؟ ولا ان سالنی لاعطینه، اگر از پیش ما آلی یا بنده ما چیزی را مطالبه بکنه خامخا ضرور به ضرور من میدم شه. هر کدام ما مشکلاتای خیلی زیاد داریم. کسی توی نکرده، کسی قرضدار است، کسی مریض است، کسی حالات خانهش خوب نیست، کسی جنجال در کدام جای داره. هر کدام ما چیخ میزنیم، گاهی پیش یکی گاهی راه خلاصی را میابیم. الله سبحانه و تعالی خود بر ما گفته خود محبوبی الله سبحانه و تعالی بساز، باز بعد از او دست بالا کو بگو یا الله ای غم دور کو، این مشکل مرا حل کو، این قرض مرا ادا کو، اینی مطلوبی مرا بجا کو. انسان در زندگی خود دو چیز داره هدف، یکی چیزی مطلوب که پشتش میگردی دوانده رویستی، یکی چیزی محروب است که از اون میدوی خدا خلاص میکنی. الله سبحانه و تعالی در این حدیث هر دو را گفته ولا ان سالنی لاعطینه، اگری از پیش ما سوال بکنه با ما خامخا داده نیستم، ضرور داده نیستم. ولا ان استعاذنی، اگر از پیش ما طلب پناه بکنه، دیگه الله سبحانه و تعالی میگه که ما خامخا برش پناه میدم. اگر ولا ان استعاذنی لاعیذنه، اگر از ما طلب پناه بکنه ما خامخا برش پناه میدم. محبت الله این نتیجه را داره، محبتی قدر مرتبه داره. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که اگر مؤمن قوی باشه پیش الله محبوب است. ولی خود قوی بسازیم، یعنی بعد خود قوی بسازیم. کدام قسم قوت؟ در صحت، در عقیده انشاءالله تشریح میکنیم، آینده این قوت ها را هم تفصیل میکنیم. امی قدر ما درک کردیم که توصیه زرین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در همچو حوادث برای ما است که ما قوت پیدا بکنیم. اگر او قوت بدن باشه، اگر او قوت اقتصاد باشه،
اگر او قوت فکر باشه، اگر او قوت عقیده باشه، اگر او قوت روش و سلوک باشه، متوجه شویم برای خود قوت پیدا بکنیم. بعد از او باز هر قسم حوادثی که میآید، هر قسم فراز و نشیبی که میآید، هر قسم رنج و تکلیفی که میآید، انشاءالله این قوت مقابله میکنه با او رنجا، با او تکلیفا. و یاد داری که محبوبی کی میشی؟ الله سبحانه و تعالی. مدحت الله میکنه، الله برات میگه که خیر است، یادم خیر است، یادم خیر است. وقتی الله تایید تو را بکنه از اعمال و افعال تو را که خیر بگویه، از این که بالاتر دیگه چیزی نیست. الله نصیب همه ما بگردانه که ما بتانیم که واقعا خدا قوت ببخشیم. انشاءالله این حدیث تشریح میکنیم. بسیار هدایات ارزنده برای زندگی فعلی ما و شما هست. الله توفیق عمل برای ما و شما نصیب بگردانه. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. شبکه توحیدی ایمان زلال تقدیم می‌کند.